یک تصویری هست بعد از اصابت سکوی موشکی مهدی، موشکی که روی لانچر بوده سرگردان روی زمین داره میچرخه، شعله ور داره میچرخه روی زمین. و یک نفر کنارشه، تو این تصویر خیلی ریز مشخصه، اون نفر شمایی، درسته؟ بله. چی بود جریان؟ وقتی که آقا مهدی ما خیالمون راحت شد که از منطقه خطر دور شدن، رفتیم برای شلیک موشک. ولی همون چیزی که شما فرمودید و موشک به طوری که به قول خودمون میگن که به اصطلاح وحشی شدن موشک که تو بیابون داشت دور میزد. اومد تا جایی که من احساس کردم که داره به من میرسه، یعنی از پشت دراز کشیدم روی زمین و همون لحظه از روی من رد شد. موشک از رو رد شد؟ بله. اون لحظه که من میخواستم بلند شم، میگم پشتم سوخته بود، پام سوخته بود و زانو و اینا همه آسیب دیده بودم.